نگفتن امانت که برای برگزاری همین کنسرت با شکوه سهم نفران زیاد است و مس با تشبوس اتحادیه دولتی گروه های ایجادی و کنسرتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان این کنسرت برگزار گردید. من میخواهم با دیرکتوری همین مؤسسه بسیار هم با شکوه و محترم رحمانزاده بختاور تشکر گویم به کف و افتخارشان و میخوام با کلی کارمندان و اون نفرانی که در همین درگاه هنر و زیبایی یعنی در کاخی سروش کار و فعالیت دارن تشکر گویم. و مطربان چیردست تشکر یک قرصک میزنیم. راستی در این تالار من خیلی نفران زیاد، نفران آشنا، استادان، برادران و شناسان زیاد رو دیده ایستادم. من هر یکی شما رو خوش اومدید میگویم. تشکر که شما اومدید و زیب و زینت و فیضی همین محفل شما بودید. سخن رو زیاد میکنیم. باز ارکین و دنیف رو بسر دعوت میکنیم تحت قرصک های شما. مرحبا دوستای عزیز، همینجا یک برادر عزیز گفتن که سرودی آبی سوی خواب. من از این یک سرودی نو میخونم، سرودی نو که در یک اونجا نخونده. این هم از همون مردمی اشت آکای روزیمات، یک تکفیمی برای آکای روزیمات.
раҳмат.